گریه‌های جانسوز غزال عنایت. اما چرا؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ غزال عنایت با همسر اولش غزال عنایت اکنون در کجاست و نشر آهنگ جنجالی غزال عنایت و تقلید بزرگ وی از آریانا سعید. غزال عنایت مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور، محبوب و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است. غزال عنایت از ولایت زیبای لغمان است. پدر و مادر با استعداد داشته است. وی علم هنر موسیقی را از استاد نظیر خارا آموخت، ولی در آن زمان به طور پنهانی آهنگ می سرود. ولی رفته رفته بعد از آن که به شهرت رسید و به کشور کانادا رسید، غزال عنایت آهنگ‌های با قیس الفت سرود که مورد حمایت و تشویق گسترده مردم افغانستان قرار گرفت. غزال عنایت علاقمندان و طرفداران خاص خودش را در پهلوی منتقدانش داشته است. جدیداً آهنگ نشر شده غزال عنایت مورد نقد گسترده علاقمندانش قرار گرفته است. در این آهنگ غزال عنایت کاملا تقلید لباس از آریانا سعید، ملکه دلهای افغان کرده است. ولی غزال عنایت بارها بیان کرده است رقیب هنری من آریانا سعید می باشد، ولی آریانا سعید هیچگونه ابراز نظر برای غزال عنایت تا کنون نداشته است. غزال عنایت در کشور ترکیه زندگی می کند، ولی چند می شود دیگر در محافل عروسی هموطنان افغانش اشتراک نکرده است. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران غزال عنایت به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به علای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.